میان ورزشکاران وزنشان میانه هنرنمای زیبای پهلوانی نقره خوالینگ حیدر سیدکبیرزاده برای مخلصان بسیار خوشایند بود، زیرا که او رقیبان را با پرتافت‌های زیبا و مجلویش شکست داده طبع مخلصان گوشتین ملی را شاد می‌گردانید. یکی از رقابت‌های زیبای او با پهلوان کشور ازبکستان بود که هنرنمای زیبای هر دو را به اینوبت گرفته در نامشان تحفه ارزنده اسب گذاشتند. رقابت هر دو بسیار شوق‌آور بود و همه انتظار غالبیت این جفت بودند. بعد کوشش‌ها و تلاش‌های زیاد بالاخره حیدر با یک پرتافت زیبا پهلوان ازبک را شکست داده پیروزی به دست آورد. خوشبختانه پهلوان ازبکستان دست بالا شده و صاحب شاهجایزه هم است و هم $500 امریکایی از طرف صاحب کاران جمهوریمون گرفتیم و بعدا سه حرف خود دو حرف خود از ولایت سوق بودن و هر جانها ما خوشبختانه غالب شدیم و حالا انتظاریم که در گوشین امروزه با پهلوان‌های دستاور با شاهجایزه و مکافات‌های عالی رقابت